وقتی از من میپرسند که در چنین حالت چی کار کنیم، میگویم کارگرانت را جواب ده. شرط نیست که گیرید، خرید و فروشید آنچه را که به شما پسند است. باید آنچه را فروخت که به بازار در کار است. اگر میان همه آدمان نزدیک، خشت و تبار و دوستان تنها شما موفق باشید، دلم به شما میسوزد، چون که با گذشت وقت همه چی را بای میدهید. به گروه شما دور رفتن نمیتوانید. اگر شما زود نتیجه به دست آوردن خواهید، پس خودتان تنها روید. اما اگر دور رفتن خواهید، گروهی خوبی تشکیل کنید. مثل که این رو استاد نگفته بود. من چطور نفهمیدم موندم. آخر نشسته همش رو مینوشتم کنم. وقتی که عملی میکنی فهمش پیدا میشود. بله. یعنی عملی کردن خیلی مهم بوده است. تنها خواندن و گوش کردن کم است. کس دانش‌های گرفته‌اش را تجربه کرده خوب و مکمل میفهمد. شیمکент، پایتخت جنوبی قزاقستان، شهری که اهمیتی جمهوریوی دارد. یکی از مرکزهای مترقی صنعتی و اقتصادی کشور. اهالیش 1,184,000 نفر. سلام دوستان عزیز، بینندگان، شنوندگان گرامی، شاگردان مهربان. من حالا در شیمکنت هستم. پیش شاگردم دورانبک آمدم. این شرکت اوست، میر ویدیو. دورانبک، چند سال باز با تجارت مشغوله؟ بیش از 10 سال باز با تجارت مشغولم. بیش از 10 سال باز؟ تخمیناً بیش از 10 سال باز. تقریباً 12 سال پیش این کارو خودم سر کردم. 12 سال پیش؟ بله، 12 سال پیش. اساساً در کدام سمت ها کار میکنید؟ در سیستمی بی‌خطری، دروازه‌های اتوماتی، نصب دمافون‌ها، نظارت کامیروی، نظارت دسترسی. در цехی که خودتان دارید، یگان جزئیات این تکنیک ها را استحصال میکنید؟ ما سال گذشته یک цех ساختیم و دروازه‌های خانه‌ها را در همینجا ساختن و جزئیاتش رو جمع و گیر نمودن رو سر کردیم. دروازه‌های اتوماتیکی حالا خیلی اکتوالی گشتند. طلبات خیلی زیاد است، درآمدناک است. عین زمان بله. عین زمان بله. طلبات زیاد است. زیاد بله. است. دوستان عزیز، میخواهم گویم که ببینید چی نوشته شده است. عالم ویدیوها کفالت بی‌خطری شماست. بسیار سری وقتی و خیلی درست قید کرده شده است، چون که حالا در تجارت بی‌خطری الکی در جای یکم قرار گرفته است و در همه ساحه‌ها حالا همین خیلی است. در خانه، در جای کار، در آفیس، در همه جا بی‌خطری در جای یکم می ایستد. این خیلی مهم است. از این رو چنین خدمت رسانی ها عین زمان خیلی معمولند. цех رو عموماً کار رو ما 3 سال پیش سر کردیم. نه سر کرده بودیم. در حجم خیلی خرد جزئیات رو آوردیم و کار رو سر کردیم. آموختیم. طوری که شما میگویید با سنجش همچون استارتاپ آهسته آهسته کار رو سر کردیم. کار رو از خرد سر کردیم. کار رو از خرد سر کردیم. سنجیدیم دیدیم که در بازار طلبات هست، میپرسند. تدریجاً کارمون رو کلانتر و فراختر کردیم. و میدونید در اولی کار انا اونجا قسمت اولین قسمت خردی داخلی است. قسمت خردی داخلی تخمینا 100 کوادرات است. بعد فهمیدیم که این برای ما خیلی خرد است. جا خردی میکرد. جا رو فراختر کردیم. ما همین سال سر کردیم در همین جا این همه رو ساختیم. سال گذشته در زمستان ماه دکبر سر کردیم و همین سال به آخر رساندیم. در تابستان تخمینا در август به نزدیکی تمام کردیم استاد. و آهسته آهسته کارها به ترتیب می‌داریم. به ترتیب می‌داریم. ما حتی در بیرون بار داریم. تا حال اون همه رو در آوردن نمی‌توانیم. این حالت طبیعی است. تجارت همین خیلی است. قدم به قدم آهسته آهسته تدریجاً همه کار اجرا می‌شود. کم کم کار پیش می‌رود و انکشاف می‌یابد. خدا رو شکر. یعنی این цех استحصال می‌کند. ما سیستم رالیتی چرخ زننده استحصال میکنیم. دروازه‌های چرخ زننده. دروازه‌ها برای خانه و منزل و غیره استحصال میکنیم که حالا خیلی معمول گشتند. دروازه‌های حمایوی که بگاه پوشیده میشوند و با سحر برداشته کشاده میشوند. خیلی خوب. حالا اکثریت نمیخواهند که دروازه آهنین چسبانند. حالا همه بیشتر با دروازه‌های زمانوی نو برآمد رو آوردند. غیر از این پیشتر وقتی ما دروازه میچسباندیم لازم بود که اون هر سال رنگ کرده شود. حالا رنگ دروازه‌های نو به 20 سال هم به ملال میرسد. ما با زاودهای روسیه همکاری میکنیم. نام اون شرکت دورهان است. ما دیستریبیوتوری رسمی اون در شیمکنت هستیم. الکی 3 سال میشود که همکاری میکنیم. آنها روند کاری ما رو دیدن که ما فراختر میشویم، انکشاف مییابیم. خودی همین سال آنها به ما پیشنهاد کردند که ما الکی مقدار زیادی بارشان را خریدیم. ما میگوییم که حالا برای قبول بار زیاد تیاری دیده ایستادیم. بله، اگر شما حالا آنچه را که به من نشان دادید، یعنی در آنجا مغازه کلان 3 آشیانه هست و باز در اینجا کار را وسیع‌تر کنید، همش خوب میشود. در آنجا شما نمونه‌اش را میگذارید. بعد آدمان آماده میتوانند ببینند. محصولات دلخواهشان را انتخاب میکنند و غیره. آنگاه کارها خوب میشوند. حالا چند نمود استحصال میکنید؟
خوش мо се намуд چی طور ساخته می شوند؟ طبق اندازه؟ طبق اندازه ساخته می شوند اما در سه نمود یعنی با چرخی پولودین دروازه چرخدار و دروازه سکسیگی سه نمود داریم حالا ما نمونه تیارش رو داریم و باز تیار کرده ایستادیم در اینجا جزها با هم پیوست کرده می شوند هنوز الکی آماده است میزاج آمده فرمایشش رو گرفته می رود بسته‌بندی می کنیم و به میزاج می فرستیم دورانبек شما گفتید که تخمینا 12 سال باز با تجارت مشغولید. بله. شما برای آموزش کی پیش ما آمدید؟ سال 2017 5 سال پیش. بله. سبب پیش ما برای آموزش آمدنتان چی بود؟ سال 2015 من حس کردم که من دیگر در کار و بارم پیش رفته نمیتوانم در موندم یعنی تا مرحله معین رسیدید و سپس پیش رفتن وزنین پیش رفتن وزنین نه طوری که شما گفتید تماما ناممکن بود پیش از این من از کتاب‌ها دانشو گرفتم بسیار چیزها رو خواندم و بعد فهمیدم که این برای من کم است چون که حس دلم با من میگفت که باز با تو چیزی و یا کسی حتما در کار است راهنما استاد اما کلمه استاد رو من دیرتر فهمیدم که استاد در کار است پیش از این من استادان داشتم که من با آنها وا میخوردم در یک دو واخری آنها با من گفتند که باید چیکار کنم من آن را دوامی سالها کردن خواستم و پس از یک سال فهمیدم که این چیست خلاص من فهمیدم که استادی در کار است سببی پیش شما آمدنم این بود من یک نواری را دیدم در آن شما درباره امید درباره سامورای گپ میزنید آن در دستم است بله در دستتان من آن رولик رو دیدم و در حال فهمیدم که طریق одноклассники با من فرستادند گفتم این رولик رو از کجا گرفتید این آدم کیست آموختن رو سر کردم و بعد یک شناسم نیز با من فرستاد طریق واتساپ тренинги муқаддимавии шуморо ман дидаму дар ҳол гуфтам ман ба инҷо ҳатман меравам чунки роликро дида будам гуфтам ки ман шинос шудан мехоҳам ва ҳамин یعنی همون لحظه شما آماده بودید شما درک کردید که به اوج کار خود رسیدید به اوج اقتصادی خود یعنی همان وقت به حد نهایی امکانیت و توانایی هایتان رسیده بودید و فهمیدید که به شما استاد لازم است تا از این اوج کارتان هم بالاتر روید و باز هم بیشتر انکشاف یابید خیلی خوب این خیلی شد که ما پول کار میکردیم و در حال از دست میدادیم من سببی آن همین خطا رو نمیدونستم و کارم رو پیش بردن نمیتوانستم پیش رفته نمیتوانستم یعنی پول کار میکنید و نمیدونید که پول کجا صرف میشه بله ما خطا میکردیم پول رو صرف نمیکردیم بلکه برای خطا جبران میکردیم بله من میگفتم که آخر من در کجا خطا کردم آخر همه کارو درست اجرا میکنم که هیچ گونه خطایی نیست همین خیر عادتا چنین حادثات زود روی میدهد ما پول صرف میکنیم و پولی بیشتر به دست میاریم این مدت دوام مییابد و سپس بعد از گذشت سالها هر گونه ضرر ما را به قفا میکشد به قفا یک سال 2 سال ما قفا میرویم و چون به نتیجه های 4-5 سال آخر نظر میکنیم میبینیم که در یک جا قرار داریم چون این حالت میشود این مقرر است مهمش آن است که انسان احساس نماید که به او استاد راهنما در کار است این خیلی مهم است کسی این را احساس نماید و اعتراف کند یکی از خطاهای کلانترین که من میبینم چیست آدمان این را رد میکنند آنها مدت یک مقدار پول کار میکنند معلوم است که آنها نظر به پیشتر بیشتر پول کار کردند چون که قبلا آنها تجارت نداشتند اکنون دارند کمی بیشتر پول کار کردند و بعد آنها این را رد میکنند اعتراف نمیکنند که من باید کارم را بهتر گردانم وقتی برایتان استاد در کار باشد و آن را احساس نماید پس خوش به حال شما من یک دو چیز را نقل میکنم تا که برای شما منفعت آور باشد یکم اگر شما به یگان مرحله رسیده باشید و دوامش تومن باشد اگر شما چی کار کردن را ندانید پس این دلیل آن است که با شما استاد راهنما در کار است دوم شما کار میکنید اما حس میکنید که در یک جای ایستاده اید یعنی دوامی بیش از 1-2-3 سال درآمدتان زیاد میشود کم میشود زیاد میشود تا یگان درجه معین صاحب ماشین خانه یا چیزی دیگر میشوید اما پتلاک شیشگی پیدا می شود درآمد زیاد نمی شود تا به درجه رسیده اید و دیگر پیش نمی روید و سوم این است که ما یک مقدار پول کار می کنیم درآمد هست پول هست اما از چی باشد که تجارت اداره نشونده است طرف وزنین می شود در جای کار با کارگران مشکلی هست یا در حسابات مشکلی هست یا محصولات ویران زیادند یا مزاجان بارها را برمیگردانند یا مشتریان ناراضی‌اند یعنی تجارت رفته ایستاده است اما همزمان بی سر و سامانی های زیاد پیدا می شوند با تجارت مشکلات گوناگونی به وجود می آید تجارت را اداره کردن ناممکن می گردد همین خیر و چهارم می بینی که بعضی مزاجانت از تو رو می گردانند یعنی یک گروهی مشتریانت از تو بار نمی خرند رفته از رقیبانت بار می خرند و غیره
تو میبینی که یا رقیبانت زیادتر میشوند و یا نیرومندتر و یا میبینی که کسانی که پیشتر با تو کار میکردن پیش رفتن و یا میبینی که رقیبانی نوی پیدا میشوند. این همه را ما سیگنال ها مینامیم. بانک هایی که در حال کس برای خود در ساحه کاریش باید استاد یابد به سطحی نوی گذرد وگرنه تجارتت را بای میدی آن را کشیده میگیرند. چه خیل میگیرند؟ آهسته خفودن بازار و میزاجانی تو را کشیده میگیرند و تجارتت بر هم میخورد. همینطور تجارتت از بین میرود. علامت ها رو حساب کردید. انا همین ها یک به یک در کارهای من پیدا شدند. برای همین حالا شما گپ‌هایی رو گفتید که عیناً همین خیل در دلم بود. به فکرم شما انا همین نشانه ها را یک به یک احساس کرده اید. عیناً همین طور شده است. من نمیدونستم که چی گپ شد. میگفتم که چیکار کنم، کجا روم، به کی مراجعه کنم، نمیدونستم. بعد طوری که شما گفتید همه این علامت ها پیدا شدند. به فکرم شما آموزش را از ترینینگ یک روزه در شیمکن ثبت کردید. بله، آن ترینینگ مقدموی بود. با ترینینگ مقدموی همچون شاگرد آمدم. نشستم. گپ‌های شما درست بودند و در دلم جو شدند. تجربه‌های کاری و حیاتی شما در بعضی لحظه‌ها از سر من هم گذشته بودند. البته ما همه چنین خطاها کرده پیش رفتیم. و گفتم که استاد سخنانی درست میگویند. باید حتما در ماستر کلاس ها نام‌نویس شوم. شما در ماستر کلاس های من در ایسیقکول بودید. بله. شما در ایسیقکول بودید. بارها در ماستر کلاس های اساسی، ماستر کلاس های خرد بودید. حالا لطفاً بگویید از این درس های خوانده اتون شما کدامش را توانستید که فوراً عملی کنید؟ یکم من در ماستر کلاس ها همه خطاهای خودم رو دیدم. خطاهای کلانم رو دیدم. یکم خطای من این بود که حالا گفته میتوانم. ما بار و تجهیزاتی رو خریده بودیم و استاد به ما گفتند که شرط نیست همان محصولاتی رو که به شما پسند است خرید و فروشید، بلکه باید اون چی رو خریده فروخت که به بازار لازم است. انا همین فرقیت رو من بعداً فهمیدم. برای آنکه وقتی ما در سفرها بودیم در خارجه در заводها میدیدیم، در کارگاه‌ها میدیدیم یگان محصولات یا باری نو را میدیدیم. آنها میگفتند که انا همین بار را پیشنهاد میکنیم، بیایید همکاری میکنیم، در آینده خیلی معمول و سرطلب میشود. بعد ما میگفتیم ها ما این را میخرید، میآوردیم و میدیدیم که به فروش نمیرود. بعد مجبوراً 5 برابر حتی 10 برابر ارزانتر میفروختیم. بعضیان آن بار را میدادیم برای آنکه هنوز بازار آماده نبود. انا همین خیلی خوب. این معنای آن را دارد که شما کار و طلبات خودتان و مشتریانتان را نمیدانید. یعنی شما گمان میکنید که آنچه به شما پسند است به مشتریان نیز پسند. و دویم کاری که من در حال عملی کردم این بود که من در حال پورتفل محصولات رو ترتیب دادم. پیش از این طرزی ترتیب دادن پورتفل محصولات رو ما نمیدونستیم. بعد خوانده یاد گرفتیم. برای به موازنه در آوردن ترتیب دادیم. طوری که به ما آموزاندید عیناً همون خیل کردیم. بارهایی رو انتخاب کردیم که خوب به فروش میروند. به 4 نمود تقسیم کردیم. اساساً و همین کار ثمراناک بود. عموما هر کسی که با تجارت مشغول است، مقدار زیادی تاجرانی هستند که 20 سال باز با همین کار مشغولند. تنها آنها را همان وقت‌های نجات داده است که وقتی بازار خالی بود، وقتی که بازار کم رقابت و انکشاف یابنده بود و آنها را نجات داده است. از این رو آنها خریدند و فروختند. ریسورس های داشتهشان آنها را نجات داده است. اما حالا این خیلی نمی شود، چون که حالا باری باقی مانده زیاد تجارت را میکشد. همه گونه باری باقی مانده حالا تجارت را میکشد و این شبهه نیست. اگر باری باقی مانده زیاد باشد تجارت از بین می رود. برگشتن بارها، خراجات گوناگون، حتی هر گونه باری باقی مانده را نگاه داشتن خود خراجات است. انبارها بند می شوند، پولها بند می شوند، ارزش پول بلند می شود، آن بارها کهنه می شوند، مدل های نو می برآیند، محصولات نو پیدا می شود. چون این حالت ها به شمارند. از این رو بسیار تاجرانی که پیش ما میآیند دوستان، هر کدام آنها که این همه را دقیق عملی میکنند، یعنی اداره کنی پورتفل محصولات را و چون فهمیدن را سر میکنند، نتیجه کارشان خیلی خوب میشود. حالا این زمان دوامی 5 سال ما بارهای باقی مانده داریم. تخمینا 10% بارمان سرطلب نیستند. ما کوشش میکنیم که این را به 0% رسانیم. 10% را میخواهیم به محصولات نو تبدیل دهیم، یا به استارتاپ یا به چیزی دیگر. این خیلی خوب است. یعنی به انبار بارهایتان نه، بلکه به گردش بیشتری بارهایتان باید توجه ظاهر کنید. یعنی شما همون وقت پول کار میکنید که اگر بارهایتان گردش کنند، نه آن وقتی که یک دنیا بارتان در انبارهایتان باشد. حالا به راهبران شعبه ها هم میآموزانیم برای آنکه آنها نیز در انبارهای خود بیشتر بارهای گردش خورنده و سرطلب را نگاه دارند. طوری که حالا میبینید انبار ما قریب که خالی است و ما بارهای سر استعمال را نگاه میداریم. بیش از 80% چنین بارها را نگاه میداریم. اسارتیمنت ها را باشد 20-30% نگاه میداریم، از این بیشتر نه. درست. آسان میفروشید و پول را زود گردش میدهید. بیاید